منم مثل شما هیچ وقت فکر نمی کردم که بتونم گیاه بابا آدم توی خونم نگهداری کنم و خراب نشه و امروز بخوام بیام رازاشو به شما بگم. پس شما هم میتونید یه گیاه بابا آدم سالم داشته باشین، به شرطی که این شرایط رو رعایت کنید و خونتون رو با گیاه بابا آدم زیباتر کنید. پس این پست رو سیو کنید و بفرستید واسه دوستاتون که گیاه بابا آدم دارن یا دوست دارن که بخرن و میترسن خراب بشه. اگه توی خونتون نور مناسب رو ندارید یا نمیتونید شرایط رطوبت رسانی رو برای گیاه فراهم کنید، به هیچ عنوان گیاه بابا آدم نخرید. من وقتی یه گیاه بابا آدم توی خونه دارم، مهمترین چیزی که براش فراهم میکنم همین دستگاه بخور سرده که هر روز براش روشن میکنم که رطوبت رسانی به گیاه انجام بشه و یه گیاه سلامت داشته باشم. به خصوص روزهایی که کولر گازی استفاده میکنم، چون کولر گازی باعث میشه که رطوبت محیط گرفته بشه و گیاهتون خراب بشه. اسپری آب از واجبات گیاه بابا آدمه، اما زمانی که نور خورشید همچنان روی گیاه هست اصلا این کار رو انجام ندید، چون باعث پوسیدگی گیاهتون میشه. یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که هر چند وقت یک بار گیاهتون رو در جهت نور بچرخونید که گیاهتون یک طرفه رشد نکنه. هر گیاهی متفاوته. مثلا گیاه من با در اومدن هر 3 تا برگ جدید یه دونه برگ بلا استفاده میشه. ببینین اینجوری خودش رو میندازه، ممکنه زرد بشه، اصلا نگران نباشین. این برگا رو باید خودتون بچینید به این صورت، نباید خیلی از پایین بزنید که به گیاه آسیب بزنید. این مدلی کوتاه میکنید تا یک تنه درختی در نهایت بهتون بده و اینها اصلا هیچ اشکالی نداره. میخوام باهاتون در مورد این جزیره صحبت کنم که یک زیرگلدونیه که توش پر از سنگه که گلدون من کامل توی آب غوطه‌ور نشه و دچار پوسیدگی ریشه نشیم، ولی این باعث میشه که آب همیشه زیر گلدون باشه و رطوبت کافی به گیاه برسه. اصلی ترین راز سالم موندن گیاه هم و اینکه پاجوش‌های به این خوشگلی رو شما دارین می‌بینین که توی گیاه هیچ کس شاید نبینین، اینه که کوده‌ای‌ها منظمه. اولین کودی که شما باید به گیاهتون بدین کود محرک ریشه است که هر 15 قطره توی 1 لیتر آب حل میشه و پای گیاه می‌ریزید و 15 روز بعد، یعنی کوده‌ای‌ها 15 روز به 15 روز منظم. 15 روز بعد کود کامل انگلیسی رو 15 قطره توی 1 لیتر آب حل می‌کنید، پای گیاه می‌ریزید و در نهایت یک کود 40-10-10 داریم که این پودریه. اینم هر یه قاشق چایخوری توی 1 لیتر آب حل می‌کنید و پای گیاهتون می‌ریزید. پس کوده‌ای‌ها رو منظم انجام بدید تا یه همچین گیاهی داشته باشید. درسته که گیاه بابا آدم به نور زیادی احتیاج داره، اما من هیچ وقت پرده رو کنار نمیدم که آفتاب مستقیم روی گیاه هم نتابه و باعث نشه که گیاه هم بسوزه. آبیاری گیاه بابا آدم بسته به سایز گیاهتون و سایز گلدونتون مشخص میشه. من هفته‌ای 2 بار، هر بار 3 لیتر گیاه هم رو آبیاری میکنم. فقط باید این آبیاری در صورتی باشه که از زیر گلدونتون اون آب خارج نشه. و مهمترین برای این گیاه کوددهیه. این کود جلبکه که من 7 قطره توی نیم لیتر میریزم توی یک آبی که بشه اسپری کرد و هر هفته روی گیاه هم اسپری میکنم. این کود خیلی بهش کمک میکنه برای رشدش، سبز بودنش و اگه وقت نمیکنید هر هفته، هر 10 روز از واجباته.